این هیچ چیز از خواست اراده بنده بدون اون چیزی که خدا نخواسته باشد جاری نمی شود. پس در عالم هیچ چیز بدون مشیت پروردگار جاری نمی شود. یعنی بدون مشیت و علم و قضا و تقدیر خداوند جاری نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الخلق محمد الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. این درسی 13 از سلسله درس متن عقیده طحاوی رحمه الله تعالی است. امروز درس ان شاء الله شروع میکنیم از قول مؤلف و کل شیء یجری بمشیئة الله تعالی. امام طحاوی رحمه الله میفرماید و کل شیء یجری بمشیئة الله تعالی و علمه و قضائه و قدره. و همه چی میگه، یعنی تمام اعمال و حرکات، موجودات، سکونات، همه چی با مشیت و علم و قضا و تقدیر خداوند در دنیا می رود. هر چیزی عمل میکنند او را این فرزند آدم و غیر از این چیز اونچه که داخل است در وجود از اعیان اعراض ها، یعنی همش به مشیت و علم و قضا و تقدیر خدا است. پس در عالم هیچ چیز بدون مشیت پروردگار جاری نمی شود. یعنی بدون مشیت و علم و قضا و تقدیر خداوند جاری نمی شود. غلبت مشیئته المشیئات كلها و غلب قضاؤه الحیل كلها. پس میگه غالب آمده است مشیت پروردگار تمام مشیت ها را، همش را. یعنی خب هیچ چیز از مشیت یعنی خواست و اراده، این هیچ چیز از خواست اراده بنده بدون اون چیزی که خدا نخواسته باشد جاری نمی شود. غالب آمده است مشیت پروردگار تمام این مشیت ها را و غلب قضاؤه الحیل كلها. همچنین غالب آمده است قضا و تقدیر خداوند حیله جمع حیله، این حیله ها را همش را. و پس بنده ها چیزی که میخواهند اگر خدا نخواسته باشد نمی شود. خب حیله اینجا حیل به معنای همون حیله، مثلا قدرت بر دقت تصرف، قدرت پیدا کردن بر تصرف، مثلا اون میگن حیله در اصل. خلاصه اینجا به معنای قدرت پیدا کردن برای تصرف یگون عمل، یگون فعل بدون مشیت خداوند حاصل نمی شود. یفعل ما یشاء و هو غیر ظالم ابدا تقدس عن كل سوء و حین. خداوند میگه انجام میدهد اون چیزی رو که بخواهد و همون خداوند ظالم نیست هیچ وقت. خب تقدس عن كل سوء و حین، خداوند مقدس است از هر یک سوء، بدی و حین ظلم، حین به معنی ظلم، از هر یک کاری بد و ظلم پروردگار مقدس است. خداوند یفعل ما یشاء، چیزی که خداوند در قرآن عظیم شان میفرماید فعال لما یرید، خداوند انجام دهنده است اون چیزی رو که میخواهد. تقدس یعنی الله، خداوند مقدس است، پاک است، منزه است از همه سوء، بدی و ظلم. پس پروردگار منزه از تمام سوء یعنی بدی و ظلم است، چون که خالقی هست که پروردگار خالقی هست که از خداوند از این خالق تصور کرده نمی شود صفت ظلم و جور را. پس ظلم تصور کرده می شود از کسب کننده که او بنده است، یعنی از جانب بنده از ظلم، اما از جانب خالق فقط عدل است. مفهوم؟ چون که خالق پس موصوف به ظلم نیست، چون که برای که خالق تصرف میکنه در ملکش که او مالک همون ملک حقیقی است، برای همون از جانب اون ظلم کرده پیدا نیست. اما بنده تصرف میکنه در ملک غیرش، یعنی ظلم گفته چیزی را میگن که تصرف در ملک غیر میشود.
وقتی که تصرف در ملک غیر شد اینا میگن ظلم کرد. مثلا همین که نفرایی که ظلم میکنن یعنی در حق یک کسی دیگر، در ملک یک کسی دیگر، در حق کسی دیگر ظلم میکند. مفهوم؟ برای همین در حق خداوند، یعنی خداوند مقدس است، پاک است، منزه است از تمام بدی و ظلم. و تنزه عن کل عیب و شین، و خداوند منزه است از تمام عیب و شین. شین یعنی خداوند منزه است از تمام عیب و نقصان. و در حق خداوند یعنی هیچ وقت عیب پیدا کردن و نقصان پیدا کردن، شین به معنی نقصان، خب درست نیست، چون که خداوند گفت لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. یعنی شما باید سوال نکنید از آن چیزی که خداوند خلق کرده است، بلکه شما را خداوند سوال میکند روز قیامت. بعد فی دعاء الاحیاء و صدقاتهم منفعة للاموات. خب بسیار یک میگیم نقطه زرین. خب امام طحاوی رحمه الله میگه در دعای خب زنده، دعای زنده ها و صدقه کردن زنده ها خب منفعت فایده میبرد اموات مرده ها. یعنی زنده وقتی که دعا میکند یا یک انسان خیر میکند، خب حتما این خیر انسان، این دعا خب نفعش فایدهش به همون مرده میرسد. یعنی دعا منفعت میبخشد به اموات مسلمین و اجماع خب امت. همچنین صدقه با اجماع امت، این یکم در این اختلاف نیست، احادیث در این مورد زیاد است. همچنین قرائت قرآن بر قبر خب برای میت، برای مرده فایده میرساند. خب حدیثی که مشهوری که روایت میشود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با 2 نفر یعنی بر سر قبر 2 نفر ایستادن، خب همون حدیث مشهور است عصیب و رطب. خلاص طلب کردن با این نهاده میگیم تر از درخت 2 دانه، دادن پیغمبر خدا تاش رو در یتش، یعنی 2 تقسیمش کردن، یتش شد مثلا خلوندن در یک قبر و دیگری شد قسم دیگر شد در قبر دیگر. پس پیغمبر گفتن شاید که به سبب همین نهاده تر درخت شاید یعنی مدامی که خشک نشوند ترسن، یعنی که از عذاب یمنا شاید که آسان شد. یکیش عذاب نمیم از سخنچینی داشت و یکی عذاب یعنی پرهیز نکردن از پیشاب. این حدیثش ایخوان بخاری و مسلم روایت میکند، در این حدیث شبهه نیست. پس از همین حدیث، از همین خلوندن نهاده درخت و قرائت قرآن، از همین دلیل میگیرند برای جایز بودن قرائت قرآن بر بالای قبر. پس معلوم میشد که میگه چگونه که یعنی وقت درخت نهاده درخت که وقتی که فایده نفع میتید به طریق اولا قرائت قرآن نفع میتید. امام نووی در شرح این حدیث میگه که خب یعنی علماها مستحب شماریدن قرائت قرآن رو در نزد قبر، و همین حدیث رو میگه همین قرائت قرآن در نزد قبر یعنی از حدیثی همون جریدتین، همون حدیثی که گفتیم بالا از همون دلیل گرفتن. طيب والله تعالی یستجیب الدعوات و یقضی الحاجات. خداوند مستجاب میکند دعاها را و برآورده میکند حاجت ها را برای کسی که بخواهد. اون فضل الهی است و کرم، اما نه بر خداوند واجب نیست، مفهوم، که اون دعای تو را حتما قبول کند. فضل الهی است، اگر قبول کند خداوند مستجاب میکند، دعا ان شاء الله قبول میشود. مفهوم؟ بر وقتی که اگر پروردگار مستجاب نکنی معنا ندارد که ولی اعوذ بالله خداوند ظلم کرد یا که واجب است بر خدا قبول کردن دعا، نه. خلاص اگر خدا بخواد مستجاب میکند. اما اون قول خداوند که در سوره غافر گفت ادعونی استجیب لکم، اینجا معناش اینه ادعونی یعنی عبادت کنین مرا، اطاعت کنین مرا، استجیب لکم به معنی اثیبکم یعنی شما را ثواب میرسانم، نه به معنی که دعا کنین من حتما دعای شما رو مستجاب میکنم. اینجا در این آیت ادعونی به معنی اعبدونی اطیعونی اومده است، یعنی مرا دعا کنید
مرا عبادت کنید و از من اطاعت کنید تا که من بر شما ثواب بدهم. و یملک کل شیء ولا یملکه شیء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. در اینجا امام طحاوی میگوید که رحمه الله و یملک کل شیء، خداوند مالک است همه چیز را و هیچ چیز خداوند را مالک شده نمیتواند. ولا غنى عن الله تعالی طرفة عین، و هیچ حتی یک طرفة عین بمونه یک میجه زدن، یک میجه زدن از خداوند کسی خب یعنی مستغنی شده نمیتواند. یعنی کسی نمیتواند بدون کمک و توفیق خداوند حتی یک میجه زدن یا که از خدا دور باشد، همش با خواست اراده خدا است. و من زعم انه استغنى عن الله، کسی اگر گمان کند که او از خداوند غنی است، یعنی نیاز به پروردگار ندارد، بر خداوند ندارد، حتی یک میجه زدن اگر خب همیشه گمان کند که حتی یک میجه زدن به خداوند نیاز ندارد، پس فقط کفر میگه کافر شده است. و صار من اهل الحین، پس اون از اهل حین میشد. حین همون هلاک، جو که از جمله هالکین است. یعنی خداوند مالک همه چیز است و همه چیز محتاج به سوی پروردگار است، چون که خداوند ذاتی است که همه چیز را پیدا کرده است. پس کسی که همین گونه اعتقاد داشته باشد که اون نیاز بر پروردگار ندارد، حتی یک میجه زدن همین گونه اعتقاد کند، والیاذ بالله او کافر است و از جمله اهل الحین، یعنی هلاک میشه، از جمله هلاک شونده ها است. یعنی هلاک میشه در دنیا و آخرت، یعنی کافر. والله یغضب و یرضى لا كأحد من الورى، یعنی خداوند برای خداوند یعنی صفت غضب است و صفت رضایت است، نه مثل لا كأحد من الورى، نه مثل یعنی از مخلوقات. یعنی در این سخن امام طحاوی واجب است، یعنی فهمیده میشد که واجب است اثبات کردن صفت غضب و صفت رضا برای پروردگار، لیکن با همراهی تنزیه خداوند از اینکه غضب و رضای خداوند یک تأثیر داشته باشد. بلکه اینا خب دو صفتی هستند که این صفات ها ازلی هستند، قدیم هستند و ابدی هستند. مفهوم؟ ما در حدیثی که وارد شده است که میگن ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، یک حدیث است که خداوند با غضب شد امروز، غضبی که قبل هیچ وقت مثل این گونه غضب نشده بود و بعدش هم غضب نشده بود. پس مراد با اینجا میگه آثار غضب پروردگار است، مراد اون صفت خدا نیست، چون که صفت پروردگار ازلی ابدی است و اون یعنی پیدا شونده و حادث نیست. اما معنی این حدیث یعنی خداوند آماده کرده است در این روز از آثار غضبش اون چیزی که خب سبقت نکرده بود پیش از این و بعد از این هم نشده بود. این آثار غضب پروردگار. طيب مقصد غضب پروردگار در اینجا یعنی عذابی که خداوند آماده کرده است برای دشمنا و از این معلوم است که این عذاب خداوند در ازل خواسته است که اینا در آخرت همین عذاب ببینند و اینا از همین حد همین عذاب اون چیزی که خدا خواسته است از اون زیاد یعنی که تجاوز نمی، یعنی همین مقداری که خدا خواسته است همین مقدار اون عذاب میبینند. خب و نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب متحوی میگن ما دوست می‌داریم اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو. ولا نفرط فی حب احد منهم، افراد نمیکنیم در مسئله محبت داشتن در یکی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. افراد یعنی از حد زیاده روی نمیکنیم در محبت صحابه. ولا نتبرأ من احد منهم، همچنین یگان نتبرأ به این معنی که ما هیچی از این صحابه را نمیگیم که اینا همش معصوم هستند. به این معنا تبرئ برای پاک هستند از تمام گناه، این گناه نیست. و نبغض من یبغضهم، و ما بد میبینیم کسایی که بد میبینن اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را. و بغیر الخیر یذکرهم، و همچنین بد میبینیم کسایی که بدون خیر و احسان ذکر میکنن یاد میکنن مثل اصحاب را.
ولا نذكرهم الا بخیر. پس ما او را میگه اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط با خیر و نیکی یاد میکنیم. و حبهم دین و ایمان و احسان. پس محبت صحابه این دین و ایمان و احسان است. از این معلوم شد که امام طحاوی در اینجا میخواهد بیان کند یعنی اون مقام و مرتبه اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را. این اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن نفره هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کردند، با اون ایمان آوردند در حالت حیاتش و بر همین ایمانشون از دنیا رفتند. او را میگن اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و ملاقات کردن این اصحاب رسول اکرم صحابه ها اینی چیزی بود که مثلا مثل همون تعارفی که مثل ما و شما داریم، نه اینی که مثلا یکم کرامات بوده، نه، یعنی در حقیقت دیدن پیغمبر خدا را، با پیغمبر خدا ایمان آوردن، حیات در همون دیدار پیغمبر خدا در همون وقت زمان بدونی بگیم یکم باز کفر و شرک از دنیا با ایمان رفتن. او را میگن صحابه. اما یک چیز تذکر کنم که اون پیغمبرانی که جمع شدند در شب معراج در مسجد اقصی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امام بود، برای اونا نماز خواند، پیشوا شد امام خواند، پس اونا را صحابه گفته نمیشد. مفهوم؟ طيب در اونجا وقتی که امام طحاوی ولا نفرط فی حب احد منهم، خب وقتی گفت ولا نفرط فی حب احد منهم یعنی ما از در محبت این صحابه از حد نمیگذاریم، همون گونه‌ای که بعضی مبتدعین یعنی بدعتکارا از حد گذاشتن، یعنی مثل اهل تشیع که همینقدر محبت کردن با حضرت علی که دیگر اعوذ بالله اون سه صحابه دیگر بعضی از همون گمراهاش هستن که اصلا قبول ندارن، بدبینی هم میکنن والعیاذ بالله. وقتی گفت ولا نتبرأ من احد منهم یعنی یگم تا اینو را حکم با کفر نمیکنیم. خب ولا وقتی گفت ولا نذكرهم الا بخیر یعنی این از حیثیت اجمال است، اما از حیثیت تفصیل یعنی اجمالا ما همشه با خیر و احسان ذکر میکنیم، اما اگر تفصیلا باشد خب مفصلا خب اون را مدح میکنیم، خب نوفر چیزی که شریعت تقاضا نمی‌کند. طيب و بعضهم کفر و نفاق و طغیان، یعنی مراد با این یعنی بغض جمعی صحابه ها و بغضهم بعضهم بخشش و بغضهم والعیاذ بالله اگر تمام صحابه را اگر کسی بد ببیند یعنی مثلا دوست ندارد یگان تاش همش بد ببیند و کفر است. برای چی؟ چون شریعت اسلامش صحابه بر ما رسوندن. و نفاق است این منافق است و طغیان این سرکشی است. پس کسی که بد ببیند تمام صحابه را مطلق مجملا والعیاذ بالله کافر است. مفهوم؟ لیکن اگر یگان تاش از همین صحابه یک دونهش مثلا یک از دو تاش مثلا او بد میبیند، یک تاش مثلا دو تاش او با سبب یگان سبب شرعی دارد که مثلا خیر میکند، مثلا مسائلی که اختلافی گذاشته بود. خلاص اگر یک تاش بد ببیند اون کفر نیست. اینجا مقصد در اجماع اگر اجماعاً اگر همه صحابه را والعیاذ بالله اگر بد بیند این کافر میشود، از دین خارج میشود. خب و نثبت الخلافه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا ابی بکر صدیق رضی الله عنه، میگد ما ثابت میکنیم خلافت را بعد وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا برای ابو بکر صدیق رضی الله عنه، تفضیلا له که این فضیلت حضرت ابو بکر صدیق بود و تقدیما علی جمیع الامه و این مقدم بر تمام امت بود حضرت ابو بکر صدیق. ثم لعمر بن الخطاب رضی الله عنه، بعد آن حضرت عمر رضی الله عنه، ثم لعثمان رضی الله عنه، بعد آن حضرت عثمان خلافت موحق قبول داریم. خب ثم لعلی بن ابی طالب رضی الله عنه، بعد آن حضرت علی چهارم خلیفه و هم الخلفاء الراشدون والائمه المهتدون. پس اینا خلفای راشدین هستند، یعنی خلفای هستند که اونا در راه رشد و حقیقت همه را هدایت کرده بودند. والائمه المهتدون اینا ائمه پیشوای هستند که این مردم همه را هدایت کردن. اینا یعنی از
قصه و از تاریخ از این خلفای چهارگانه کسی انشالله که بگیم یعنی بیخبر نمونده است، انشالله که همه خبر دارد. انشالله که در الحمدلله در درس ها و در بعضی قصه ها و در بعضی تاریخ ها مؤرخین و استادا و بگیم دوملاها این درس ها رو در وصف این خلفا بسیار گفتگی هستند. برای همین ما اینجا توقف نمیکنیم. و این العشره الذين سماهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، و میگد اون 10 نفری که اونا رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامشون برد و بشرهم بالجنه و اونا رو بشارت بر جنت بر بهشت داد، نشهد اللهم بالجنه، ما هم گواهی میدیم بر که اونا از اهل بهشت هستند، علی ما شهد لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر اون چیزی که پیغمبر خدا شهادتی دادن. همون گونه که پیغمبر خدا شهادتی دادن که و نامشون گفتن فلانی در واسه میارد نامشون میگن فلانی در جنت است، فلانی در جنت، فلانی در جنت، ما هم مثل رسول اکرم اونا را میگیم فلانی در جنت است. و قوله الحق، و قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حق هستند. و همون کی هستند؟ و هم ابو بکر، حضرت ابو بکر، و عمر، حضرت عمر، و عثمان، حضرت عثمان، و علی، و حضرت علی، و طلحه، حضرت طلحه، و زبیر، و سعد، و سعید، و عبدالرحمن ابن عوف، و ابو عبیده ابن جراح، که اینا همش 10 نفر عشره مبشره میگن که اینا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زنده بودنشون وصف به جنت کرده بود، یعنی اینا اهل بهشتی هستند. و هم امین هذه الامه، و اینا این 10 نفر عشره مبشره اینا امین همین امت هستند. رضی الله عنهم اجمعین، خداوند از همه اینا راضی باشد. چون که در اینجا حدیث اومدگی است. طيب. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ما شاء الله بسیار سخن زیبا. و کسی میگد و من احسن القول را، اگر کسی که سخن را در وصف اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ازواج رسول اکرم طاهرات، یعنی زنها از زوجه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین سخن بگوید، من احسن القول من كل دنس، یعنی مثلا دنس این سخن بد نگوید، یعنی حقارت فحش نگوید. خب همچنین ذریات المقدسین و همچنین ذریه های رسول اکرم، یعنی فرزنداش و خیشتبارش، من کل رجس، از تمام رجس یعنی پلیدی. پس سخن نگفت از همین سخن بد از پلیدی خودش نگاه داشت در حق اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ازواجش و از ذریاتش، فقط برئ من النفاق، پس میگه پاک از نفاق، یعنی که اون منافق نیست. ولی معلومه شاید که کسی که ولیعذ بالله سخن بد بگوید، بدگویی کند و یعنی سخن پلید در حق اینا بزند، خب معلوم است که اون منافق است. این ازواج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسایی که مثلا با در حالت زنده بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی زوجاش، خب پس بر ما واجب است که اون رو ما همچون تعظیم بشماریم، یعنی تعظیم مقصد همچون معظم بشماریم. بر ما واجب است که دوست بداریم ازواج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همون گونه‌ای که واجب است محبت صحابه. چه که ما باید محبت بر صحابه داشته باشیم، حتما باید محبت بر ازواج و ذریات و ازواج طاهرات و ذریات رسول مقدسین رسول اکرم داشته باشیم. خب مفهوم. طيب، خداوند در سوره احزاب میگه لیذهب عنکم رجس اهل البیت، تا که خداوند از شما رجس و رجس به معنی شرک را، یعنی اینجا چیکار کند و تا که از شما دور کند. پس این فضیلتی که در این آیات آمده است، این در برگیرنده اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که این حضرت علی است، فاطمه است، الحسن، حضرت حسین و حسین، عباس و مانند اینها، اینا ذریاتش هستند، مقصد از اهل بیتش هستند. طيب. و علماء السلف من السابقین، پس علمای سلف یعنی بعد از اصحاب یعنی رسول اکرم، بعد از تبع تابعین اهل سلف بودند. پس هم علمای سلف یعنی علمای گذشته ما، مثل امام ابو حنیفه رحمه الله، امام طحاوی خودش اهل سلف بودند، امام مالک، امام شافعی، امام مالک،
یعنی امام احمد بن حنبل اینا همش علما اهل سلف بودن، گذشته های ما و شما السابقین، یعنی گذشته ها. و من بعدهم من التابعین، و بعد از اونها از تابعین، اهل الخیر و الاثر، اینا اهل خیر و اثر هستند. و اهل الفقه و نظر، اهل فقه و نظر هستند. نظر به معنای همون رأی، یعنی اهل تفکر. یعنی لا یذکرون الا بالجمیل، پس اینا رو ما فقط بر جمیل احسان ذکر میکنیم، یعنی سخن نیک در حق اینا میگیم. خب و من ذکرهم بسوء، پس کسی میگه اگر این علماهای گذشته اگر با بدی اگر ذکر کند فهو علی غیر السبیل، پس اون در راه درست نیست. متاسفانه مثل همون بعضی جوانای احمق امروزه ما که به نام والله علم خشون سلفی میگن، وهابی میگن، چی میگن، خلاص اینا والیاذ بالله حقارت میکنن و دشنام حتی حکم به کفر کردن یعنی سیدنا ابو حنیفه را. حتی در اول همون فتنه هاشون والیاذ بالله میگفتن که ابو حنیفه این مرجئه بود والیاذ بالله. خلاص اینا بسیار بی آداب هستن. اینا همه گذشته را میگد که ای میگه او بابی و بیبی تو همش گمراه بود. همین سخن در دهان همه اینا، همین احمقای امروزه هست، همین سخن رو میزنن. ای میگد اون بابی تو بیبی تو اون پیر تو استاد اینا همش میگه گمراه بودن، حتی میگه مشرک بودن والیاذ بالله. این عقیده همون خوارج است آخر. طيب پس تعظیم شما یعنی احترام کردن اونها و مشرف داشتن اونها، این از گویا که تعظیم دین خدا است. مفهوم؟ پس اونها خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. یعنی علماها عالما در تبلیغ، در رساندن شریعت به سوی مردم. پس واجب است بر ما تا که اونها را ما احترام بگذاریم و پیروی اونها را کنیم. مفهوم؟ چون که خداوند در قرآن میگه در آیت طولانی والذین جاءوا من بعدهم یقولون والذین آیت چگونه است؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. یعنی دعا میکردن. پس این راه همون مؤمنین است. یعنی دعا میکنن پروردگارا یعنی ما رو مغفرت کن و اون گذشته های اخوان الذین سبقونا بالایمان، برادرای ما که از دنیا به ایمان رفتن، اونها رو خدا مغفرت کن. مفهوم؟ طيب ولا نفضل احد من الاولیاء على احد من الانبیاء علیهم السلام ونقول نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء. خب ان شاء الله در همینجا درس 13 از درس عقیده طحاوی رو تموم میکنیم، با آخر میرسونیم. ان شاء الله یک درس دیگه میشود، چون که وقت طولانی نشود. این درس 13 بود، یک درس دیگه میشود، بعد عقیده متن عقیده طحاوی ان شاء الله که با آخر میرسد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.